شاید اسم فارکس به گوشت خورده باشه، ولی واقعاً میدونی چیه؟ فارکس مخفف فارین اکسچنج هست، یعنی تبادل ارزهای خارجی. فارکس فقط یه بخش از بازارهای مالیه، بازاری که روزی بیشتر از 7 تریلیون دلار توش میچرخه و افرادی رو که در این بازار با خرید و فروش ارزها درآمد کسب میکنن رو تریدر میگن. ولی یه چیزی رو رک بگم، تریدر شدن اصلاً اونقدری که تو اینستا نشون میدن آسون نیست. ماها حتی سالها طول میکشه تا راه بیفتی و راستش بیشتر آدما اصلاً حال و حوصله این مسیر رو ندارن. اونا فقط یه چیز میخوان، پول در آوردن، اونم ترجیحاً بدون دردسر. و دقیقاً اینجاست که یه راه ساده تر برای کسب درآمد در این بازار هست که جلوتر توضیح خواهم داد. برای خرید و فروش در بازار فارکس نیاز به یک بروکر هست که در دنیا بروکرهای زیادی وجود داره. بروکری که ما باهاش فعالیت داریم تگ مارکت هست که به صورت قانونی در کشور موریس ثبت شده و از سال 2023 در کشورهای امارات و کلمبیا دفاتر رسمی خودش رو داره و در این مدت به بیش از 650,000 کاربر و حجم معاملاتی ماهیانه بالای 350 میلیارد دلار رسیده. مدارک ثبت این شرکت رو میتونین از طریق سایت ویکی‌افیکس که در توضیحات ویدیو قرار دادم ببینین. در طول این مدت این بروکر اقدام به جذب تریدرهای حرفه‌ای کرده تا بتونه از طریق این تریدرها به افرادی که در این بازار بی تجربه هستن از طریق روش کپی ترید کمک کنه تا بتونن با کمترین ریسک ممکنه از این بازار درآمد کسب کنن. کپی ترید روشی هست که در اون شما بعد از باز کردن حساب در بروکر به معاملات این تریدر حرفه‌ای وصل میشین و به صورت اتوماتیک تمامی معاملات اون برای شما هم باز و بسته میشه. به این صورت یک درآمد جانبی براتون ایجاد میشه که به مرور زمان میتونه زندگیتون رو عوض کنه. در سایت MyFXBook میتونی عملکرد این تریدر رو ببینی، جایی که نتایج به صورت شفاف و واقعی نمایش داده میشه. این تریدر با 120,000 دلار سرمایه شروع کرده و حدود 50,000 دلار سود در یک سال کسب کرده، یعنی حدود 42% سود سالانه و به طور میانگین حدود 4% در ماه. این تریدر فقط روی جفت ارز یورو دلار معامله میکنه و روزانه فقط یک معامله انجام میده با ریسک بسیار پایین، حدود 0.1% سرمایه. یعنی در حساب 100 دلاری حد ضرر بین 10 تا 30 سنت خواهد بود. در حالت عادی ماهیانه حدود 20 تا 24 معامله انجام میده و اگر شرایط بازار مناسب نباشه اصلاً وارد معامله نمیشه. تمام این آمار در سایت MyFXBook قابل بررسیه. این تریدرها در قالب تیم‌های مختلف فعالیت می‌کنند و یکی از این تیم‌ها تیم جت آپ هست. اما نکته مهم اینه هیچ کس به سرمایه شما دسترسی نداره. شما حساب رو به نام خودتون در بروکر باز می‌کنین و بعد از احراز هویت در صورت تمایل کپی ترید رو فعال می‌کنین. حداقل سرمایه برای شروع 250 دلار هست که میتونین از طریق رمز ارز یا کارت بانکی واریز کنین. بعد از شارژ حساب این بروکر تا 12 برابر به شما اعتبار میده، یعنی با 250 دلار حساب شما معادل 3,000 دلار برای معامله در نظر گرفته میشه و بر اساس این اعتبار میتونین ماهیانه بین 1 تا 5% سود دریافت کنین. اگر میانگین 2% رو در نظر بگیریم حدود 60 دلار سود ماهیانه خواهید داشت. وقتی سود شما به 10 دلار برسه میتونین درخواست برداشت بدین و سود به صورت رمز ارز به کیف پولتون واریز میشه، یا میتونین سود رو دوباره سرمایه گذاری کنین تا سرمایه و سود شما بیشتر بشه. اگر این روند رو 1 سال ادامه بدین میتونین به حدود 1000 دلار سرمایه برسین. اما 2 نکته مهم وجود داره. اولین نکته، هر لحظه‌ای هم که خواستین میتونین گزینه کپی ترید رو قطع کنین که البته همونطور که در سایت MyFXBook دیدین این تریدر برای هر معامله حد ضرر و حد سود چون مشخص میکنه درصد برد معاملاتش بالا هست و امکان اینکه پشت سر هم ضرر کنه خیلی کم هست. نکته دوم اینه که در صورتی که بخواین سرمایه اولیه خودتون رو برداشت کنین بعد از 30 روز از تاریخ واریز به بروکر امکان برداشت دارین. علتش هم اینه که اولا به شما اعتبار 12 برابری داده و همچنین ماهیانه با توجه به گردش مالیش که بالای 350 میلیارد دلار شده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه خودشون رو در اختیار این بروکر قرار میدن تا این بروکر با سرمایه‌گذاری و انجام معاملات بتونه سرمایه این شرکت‌های بزرگ رو افزایش بده. بنابراین جهت افزایش گردش مالی ماهیانه خودش این قانون رو گذاشته.
شاید براتون سوال باشه که تیم جت آپ و تریدر چقدر سود از این کار میگیرن. 70% سود حاصل از ترید رو به مشتری یعنی ما پرداخت میکنن و 30% باقی مانده سهم تریدر، قسمتی از اون صرف تبلیغات و بقیه اون بین اعضای تیم، طوری که الان توضیح خواهم داد پخش میشه. به ازای تعداد افرادی که از طریق لینک معرف شما وارد کپی ترید میشن، اولین راهه درآمدزایی درآمد از طریق لات هست. لات در ترید یعنی حجم معامله. خیلی ساده تر بخوام بگم، لات میگه با چه مقدار پول وارد معامله شدی. افرادی که مستقیم از طریق لینک شما وارد شدن، به ازای هر یک لات شما $2 دریافت میکنین. اگه 2 معرف داشته باشین، اون موقع از معرفای معرف خودتون هم به همین صورت به ازای هر لات $1 دریافت میکنین. اگه 3 معرف داشته باشین، از هر لاتی که در لول سوم شما در معاملات ایجاد میشه $1 دریافت میکنین. در صورتی که 4 معرف داشته باشین، تا 10 لول رقم‌هایی که تو تصویر میبینین رو دریافت میکنین. شاید براتون سوال بشه که من چجوری به بقیه معرفی کنم. نگران نباشین، این کار به صورت تیمی هست و معرف شما تا وقتی که تسلط کامل به کار پیدا کنین حمایتتون خواهد کرد. همچنین تیم ما به شما نحوه تولید محتوا به کمک هوش مصنوعی رو یاد خواهد داد تا بتونین با تولید محتوا و پخش در شبکه‌های اجتماعی افرادی که علاقه‌مند به کپی تریدر هستن رو وارد تیم خودتون کنین. فرض کنیم از طریق لینک معرف شما 4 نفر وارد کپی ترید شدن و تا 10 لول به طور متوسط هر شخص 3 نفر رو وارد کنه و تمام این افراد به طور متوسط با $250 کپی ترید رو شروع کردن. با توجه به اینکه در ترید $250 سرمایه کمی محسوب میشه، جهت مدیریت ریسک حجم لات در معاملات زیاد نخواهد بود. بگیم به طور متوسط 0.05 لات باشه و هفته‌ای 3 معامله انجام بشه. بنابراین حجم معاملات هر شخص به طور متوسط در ماه حدود 0.6 لات خواهد بود که البته با اضافه شدن تریدر طلا به تیم مطمئن باشین حجم لات در ماه افزایش پیدا خواهد کرد. شما 4 معرف داشتین و هر کدام 0.6 لات حجم معاملاتشون باشه، مجموع 2.4 لات میشه و شما از لول اول حدود $4 دریافت میکنین. لول دوم 7.2 لات میشه و شما حدود $7 دریافت میکنین. لول سوم $21، لول چهارم $64، لول پنجم $97، لول ششم $291، لول هفتم $874، لول هشتم $2624، لول نهم $7873 و لول دهم حدود $24000 دریافت خواهید کرد. یعنی مجموعاً حدود $36000 کمیسیون دریافت خواهید کرد. و زیبایی این کار اینه که هر ماه با توجه به حجم معاملات تریدر شما به صورت اتومات کمیسیون دریافت خواهید کرد، حتی اگر افراد جدیدی وارد مجموعه شما نشن. اما کمیسیون دوم تیم سازی، کمیسیون سود حاصل از ترید مجموعی شما هست که به این صورت هست که افرادی که در لول 1 شما قرار دارن 4 تا 9% سود حاصل از ترید اونها به شما واریز میشه. لول دوم 3 تا 8%، لول سوم 2 تا 7%، لول چهارم 1 تا 6% و لول پنجم 1 تا 6%. فرض کنیم مجموع سود حاصله لول 1 شما $5000 باشه و بگیم سهم شما 4% باشه، بنابراین شما $200 دریافت میکنید. فرض کنیم لول دوم شما $15000 از ترید سود کردن، حداقل 3% یعنی $450 سود شما میشه. همینطور لول سوم بگیم $30000 دریافت کردن، حداقل 2% یعنی $600 سود شما میشه و لول چهارم بگیم $60000 سود کردن، حداقل 1% یعنی $600 سود شما هست. لول پنجم بگیم $120000 سود کردن، سهم شما حداقل 1% هم که باشه $1200 میشه، یعنی مجموعاً $3000 کمیسیون شما هست. و هر هفته با افزایش سود مجموعی شما در ترید، سود شما هم افزایش پیدا میکنه. همچنین سود نامحدود و سود حوزه بین المللی هم وجود داره. برای اینکه قاطی نکنین این دو کمیسیون رو بعدتر توضیح خواهیم داد. همونطور که میبینین سیستم سوددهی کاملا بر مبنای سود تیم شما در ترید هست و حتما نیازی به وارد کردن افراد تا آخر عمرمون رو نداریم و با ایجاد یک تیم قابل قبول تا سالیان سال میتونیم کمیسیون هفتگی و ماهیانه برای خودمون ایجاد کنیم. همچنین جوایز ساعت رولکس و خرید ویلای شخصی برای شما هست که شرایطش رو اینجا نوشتم و این جوایز مخصوص افرادی هست که با جدیت روی این پروژه زمان بذارن.
همچنین بروکر تگ مارکت در آینده نه چندان دور پروژه های دیگه این رو استارت خواهد زد تا به این صورت نشون بده که به دنبال یک پروژه بلند مدت هست. در صورتی که سوال دیگه‌ای براتون باقی مونده میتونین از شخصی که این ویدیو رو براتون فرستاده یا من بپرسین. موفق باشین.